گایز چطورین بچه ها؟ الفازیکس مستر هستم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی آموزشی دیگه از ماینکرافت به همراه ابوالفازیکس مستر. میخوام بهتون یاد بدم که چجوری بدون ماد یه ماشین زمان واقعی توی ماینکرافت بسازین، یا بهتره بگم اتاق زمان. با این دستگاه شما میتونین به راحتی به زمان سفر کنین و سروایوالتون رو به یه شکل دیگه جلو ببرین. البته یه جور چیت هم حساب میشه، پس حواستون باشه برای سروایوال مناسب نیست و فقط هم توی کریتیو فکر کنم بتونین بسازینش. حالا بریم سراغ این آموزش خفن. اول ببینیم چجوری این دستگاه زمان ساخته میشه، بعدش خودتون بسنجین که کجا به دردتون میخوره، چون که خیلی چیز خفنیه، به هیچ مادی هم نیاز نداره. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، بچه‌ها لایک ویدیو رو بتره کنین و یه کامنت توپم برام بذارین و اگه میخواین که از این ویدیوهای آموزشی براتون بیشتر بذارم حتما ویدیو رو لایک کنین و از همه مهمتر کانالمو دنبال کنین. عشق منین، برو بریم سراغ ویدیو. Here we go. اولا که بچه‌ها بهتون بگم که من ماینکرافت 1.19.4 رو الان تازه نصبش کردم. خیلی وقته که اومده ولی من تازه نصبش کردم. آخرین نسخه‌ای که از ماینکرافت نصب کرده بودم 1.19.3 بود، الان 1.19.4 هم نصب کردم. کلا تغییر کرده، خیلی چیزای جدیدی اضافه کرده. بعد مثلا وقتی میخوای یه ورد جدید بسازی، گیم رولا رو خودت میتونی از قبل تنظیم بکنی. بعد اصلا یه چیز عجیبیه، منوش کلا عوض شده، خیلی باحال شده 1.19.4. حالا حساب کن 1.20 دیگه قراره چه اتفاقاتی بیفته. بچه اونایی که میدونن 1.20 کی میاد حتما تو کامنت ها برام بنویسن. خیلی منتظر ماینکرافت 1.20 هستم که یه سروایوال ازش شروع کنم براتون. اینم بهتون بگم که من ویلیج این مدلی اصلا توی هیچ نسخه از ماینکرافت ندیده بودم. بچه مدلش کلا فرق داره، یا حداقل اگه بوده من ندیدم تا الان. ببین کلا خونه‌های دو طبقه مطبقه و اینا داره، خیلی خوشگله، باحاله. بعد نگاه کن ویلیجرش هم انگار جدیده، من اصلا این ویلیجر رو ندیدم تا الان. بعد نگاه کن بچه این چیه، این برج اینجا نگاه کن، داخلش یه دونه از این زامبی دریایی‌ها نگه می‌دارن. نگاه کن ببین اینجا خیلی باحاله برام، جدی کلا تغییر کرده. 1.19.4 خیلی تغییر کرده نسبت به 1.19.3، باحال‌تر شده. بعد نگاه کنیم مثلا این پله هست، این همه اسکله، البته این خیلی باحال شده. قرار ماشین زمانمون رو بچه اینجا بسازیم، دقیقاً همون جایی که اون گوربهه وایساده قراره بکنیمش تو گونیجش بسازیم. خیلی دیگه معطلتون نکنم بچه‌ها، وسایل مورد نیازمون داخل این هستن. شما باید همه این وسایل برای ساختن دستگاه زمان داشته باشید. بله همونجور که می‌بینین به یک کامند بلاک هم نیاز دارین، پس یادتون نره حتما کامند بلاک بردارین یا بیچاره میشین. خیلی خب ما آیتمای مورد نیازمون رو برمی‌داریم. چرا از اینور چیده میشه من نمیدونم دیگه، دست من نیست. آیتماتون رو که برداشتین حرکت می‌کنیم به سمت جایی که قرار ماشین زمانمون رو بسازیم. بچه‌ها اول از همه شروع می‌کنیم از این بلاک خوشگله. یک، نمیدونم صدای زامبی داره از کجا میاد، فکر کنم از زیر زمین داره این صدا میاد ولی مهم نیست. 1 2 3 بعد اینجوری دقیقا همینجوری که من میسازم بچه بسازین که به هیچ مشکلی هم بر نخورین. یه بار نگین تو کامنت کار نکردین، دقیقا مثل خودم بسازین. اینجوری 2 تا ردیف از این میایی بالا، بعد دوباره همین. بعد ببین چه خوش عجب ماشین زمانی شود. ببین فقط چه خوشگله. بعد یه دونه پله، یه دونه از این چی بود اسمش، آکاشیا بود، آکاشیا دور. بعد از این استیند گلاس ها، البته این رنگیش که خیلی خوشگله اینجوری. بعد این ورش هم اینجوری خیلی خوشگل شد. بعد میریم چیکار میکنیم، این بالاشو از این پله ها میذاریم، استرزا میذاریم اینجوری. بعد این ورش، بعد این ورش اینجوری که شد. یه دونم از اینا میذاریم اینجاش، یه دونه از اینا روی اینش، بعد یه دونم از اینا روی اینش، بعد یه دونم از اینا روی اینش. خب اینجوری که بشه خیلی خوشگل تر میشه. بعد حالا چیکار میکنین، از این لیورا بچه‌ها یه دونه اینجوری میذارین اطرافش، همینجوری که من میذارم. دقت کنین اینا رو هیچ دستکاری نمیکنین. خب اینا رو میذارین اطرافش، ولی اینا رو بچه‌ها همشون رو باید بدین پایین. اینایی که این بالا میذارین رو همشون رو باید بدین پایین اینجوری. دقیقاً همین کاری که من میکنم و انجام بدین، ببینین چه ماشین زمانی بشه بچه‌ها. ماشین زمانی نیست البته، اتاق زمانه. ماشین همزمان همشون هست، یعنی هم ماشین زمانه، هم دستگاه زمانه، هم اتاق زمان. حالا ببینید بچه‌ها با این لیور رو چه کار خفنی میکنیم. این رودا رو اینجوری بچه‌ها میذاریم، میکنیم اینجوری، بعد اینجوری، و بعد اینجوری، بعد اینجوری. حالا دوباره این هم اینجوری، نه بخش اینجوری شد. بعد اینجوری، بعد اینجوری،
اینجوری یادتونه بچه اینجوری دوست داریم دوباره از این ویدیو با صدای بچگونه براتون بذارم اینجوری و خاطرش رو زنده کنم. برای اینم اینجوری و در نهایت اینجوری. خب به همین خوشگلی شما اتاق زمانتون آماده نیست. بله چون که چند مورد دیگه هم مونده. اینا رو میفرستین خونه خودتون، اینا رو میفرستین بالا، اینو میخوایم، اینو میخوایم، اینو میخوایم، اینم میخوایم. الان ما به این 4 تا نیاز داریم. این گلو آیتم فریم، حالا آیتم فریم معمولی هم میشه. میذارین آیتم فریمتون رو، بعد این لاک هم میذاریم روش. الان رخ ماشین زمان رو به خودش گرفته، خیلی خوشگل. حالا ببینیم داخلش چیکار میکنیم بچه‌ها. یه دونه اینو میکنیم، بعد این کامند بلاکتون رو میذاریم. حالا کار مهمی که میکنین چیه؟ اینه که میزنین یه دونه روش، بعد اینجا بعد یه کد بنویسین. یه دونه اسلش میزنین، بعد می‌نویسین تایم. نمیدونم توی بدراک هم جواب بده یا نه، ولی تست کنین خودتون. برای اونایی که جواب داد حتما تو کامنت ها برام بنویسن. می‌نویسین تایم اد بعد 100. اینم از ایمپالس میزنین روی ریپیت، بعد دانش میکنید. روی اینم یه دونه از این پرشر پلیت ها میذارین. پرشر پلیت هم دیگه، پرشر پلیت، هیوی پرشر پلیت. آره اینو میذارید، بعد تمام دستگاه زمانتون کاملا آماده است. حالا که میخواین تستش بکنین چیکار میکنین؟ اولا که این ویدیو چقدر خوشگله، پرام خیلی چیزای جدیدی داره. برای من بگم چه چیزایش جدید بود. یکی اون اسکله‌ای که اونجا بود برام جدید بود. یکی این ساختمونه که مثلا داخلش یه دونه زامبی دریایی زندونی بود، اینم برام جدید بود. این ساختمون دو طبقه‌اش هم برام جدید بود، ندیده بودم جدی توی هیچ ویلیجی تو ماینکرافت. حالا بریم سراغ اصل مطلب. چرا دور میشم از اصل مطلب؟ ماشین زمانمون کاملا آماده است بچه. حالا اینا رو میذاریم اینجا، بعد نگاه کنید بچه داخل 1.19 چه چیزی جدید شده. ببینید اینجوری شده، نور داره داخل این اسکینه. مثلا این ور اون ور نگاه میکنید، میبینید سایت تغییر میکنه، تاریک و روشن میشه. بعد آیتما رو دقیقاً مرتب کرده جاشون و خیلی باحال شده. البته شاید قبلا هم اینجوری بوده، من اسکو نگاه بخش ماب اضافه کرده فکر کنم، خیلی باحال. بعد نگاه کن مانستر اسپانر هم داخلش هست، یعنی اسپانر هم گذاشته داخل کریتیو. قبلا بعد کد میزدیم تا می آوردیمش. نکنه میشه ساختش تو 1.19 یا نه؟ حالا اینو ولش کن. میخوایم با هم دیگه ماشین زمانمون رو تست کنیم بچه‌ها. سروایوال میکنیم، بعد ببینید حالا چه اتفاقی میفته. خیلی آروم میرین داخل ماشین زمانتون و روی این دکمه وای میستیم و همین جور که زیر من میبینین، یعنی زیر وبکم من میبینین بچه‌ها، این گذر زمانه. یعنی زمان داره به این سرعت میگذره و شما دارین با سرعت خیلی زیادی تو زمان سفر میکنین. ببینید در عرض چند ثانیه چندین روز دارین میرین جلو بچه‌ها. خیلی خفنه. ببین خیلی خفنه. فکر کنم همین الان 3 روز گذشت. نمیدونم چقدر گذشت. ببین یه F5 هم میزنم بیرونم نگاه کنین. نمیشه بیرون رو دید. بیرون رو نمیشه دید. ببین من وایسادم روی این دکمه، بعد دارم کلا زمان داره میگذره. ببینم میتونم بیرون رو ببینم؟ نه مثل اینکه نمیتونم ببینم. آها میتونم. نگاه کنین بچه‌ها، زمان کلا داره میگذره. خیلی باحاله. ببین حرام. ببین کلا داره روزا میگذره. این ماشین زمان شماست بچه‌ها. بدون نیاز به نصب هیچ شیدر پک، ریسورس پک، ماد پک، دیتا پک، بدون نیاز به هیچ کدوم از اینا شما به راحتی یه ماشین زمان میسازی، چندین روز میری جلو. برای خودم خیلی جالب بود. خیلی دوست داشتم ماشین زمان رو تو ماینکرافت بسازم، مخصوصا بدون مادش. ببینین همینجوری داره روزا میگذره. الان میام بیرون ببینم روز چندمیم. روز 0 بودیم دیگه قطعا. روز 0 بودیم. الان بیایم اینجا بیرون و ببینیم چند روز گذشته. دیگه بستگی به مدت زمانی داره که شما داخل این دستگاه هستین. بسته به اون زمان روزا بیشتر میگذره و شما بیشتر توی زمان سفر میکنید. حالا بچه مثلا الان دیگه گذشت و ما F1 رو میزنیم، زمان گذشت. بزنین صبح بشه بریم ازش بیرون. دیگه ما سرعتمون تو زمان زیاده دیگه. نگاه کن الان به همین راحتی صبح شد. حالا بریم دیگه ببینیم چند روز گذشته. بعد F3 رو میزدیم. آره دیگه باید F3 رو میزدیم. بعد چیکار میکردیم؟ ببینیم روز چند. روز 9 شد. ببین از روز 0 شما 10 روز تو زمان سفر کردین. در عرض فکر کنم 1 دقیقه هم نشد. در عرض 1 دقیقه شما 10 روز رفتین به آینده. من دیگه واقعا نمیدونم چی بگم. اولا بگم که توی سروایوالتون قطعا نمیتونین بسازینش چون که کامند بلاک داره. ولی اونایی که کلا حال میکنن با ماینکرافت، دوست دارن اصلا ماینکرافت رو دوست دارن با چیت بازی کنن، خب میتونن از این دستگاه استفاده کنن. انقدر حال میده. دمتون گرم که ویدیو رو دیدین. بچا لایکشو بتونین کنین. عشق منین. اگه دوست دارین از این ویدیوهای آموزشی براتون بیشتر بذارم، حتما کانالمو دنبال کنین. تا ویدیوی بعدی. بای بای. بوم 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 بوم. میگه
منو دوستم جا نمیشیم توی بنزا خیالی نمیگم بکشم بیرون رنجا 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 همین الان بیبی تکست داده اوکی شد 5 میپاچن همه من پاچم جنسو 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 جنسو